باز کردند. در نهایت اکثریت جمعیت این منطقه اسلام را پذیرفتند. با این حال در این زمان منطقه افغانستان کنونی دارای جمعیتی با چندین مذهب متشکل از بودایی، زرتشتی، هندوئیسم، یهودیت و دیگر مذاهب بودند. قصد من در این مختصر نگارش بازگویی تاریخ افغانستان نیست، زیرا در بسیاری از دورانها تاریخ میان ایران و افغانستان مشترک بود. در قرن 19 میلادی پیشرفت و تجدد اروپای مدرن نسبت به کشورهای اسلامی از جمله ایران بسیار خودنمایی می‌کرد. کشورهای اسلامی در ضعف و نابسامانی بودند و اروپا پا در مسیر مدرنیسم گذاشته بود. جوامع اسلامی که از قافله تمدن عقب مانده بودند، چاره کار را در رو آوردن به اسلام می‌دید. امید داشتند دین ریشه‌دار و همه جانبه‌شان بتواند در این راستا کمکی به تمدن و فرهنگ آنها نماید. در همین فضا بود که فرقه‌های مذهبی جدیدی شکل گرفتند و حتی امید به اینکه منجی ظهور کند و جهان اسلام را نجات دهد باعث شد تا در خیلی از کشورهای اسلامی عده‌ای ادعا کنند که همان ناجی هستند که مردم در انتظار ظهورش بودند. در خیلی از کشورها امام زمان ظهور کرد که در همان زمان در ایران 2 امام عصر برای نجات بشریت ظهور کردند. فرقه بابیه و بعد هم آیین بهائیت از دل چنین وضعیتی به وجود آمد. در این میان شخصی به نام سید جمال الدین اسدآبادی یا به روایتی سید جمال الدین افغانی که بعضی روایات او را اهل اسدآباد همدان می‌دانند و بعضی ادعا دارند او اهل ولایت کنر افغانستان بود، پا به میدان گذاشته و تأثیر بسیاری بر افکار مسلمین جهان گذاشت. سید جمال الدین را به نوعی میتوان پدر معنوی بنیادگرایی اسلام دانست. سید جمال الدین معتقد بود جامعه باید در برابر قدرت غرب به قدرت اسلامی بازگردد. در واقع تفاوت بنیادگرایی با سایر جنبش‌های اسلامی در این است که هسته اصلی گفتمان بنیادگرایی حضور اسلام سیاسی در قدرت است. بعد از سید جمال الدین در نیمه قرن 20 سید قطب با همین افکار در مصر ظهور کرد و بنیادگرایی اسلامی با مفاهیمی مثل تکفیر، جهاد و سلفیگری را تئوریزه کرد. او معتقد بود آمریکا یک هژمونی یعنی سلطه جهانی دارد و ما باید در برابرش یک هژمونی اسلامی از نوع مبارزه خشونتبار بسازیم و با آنها مبارزه کنیم. تقریباً تمام گروه‌های اسلامگرای سیاسی منطقه از جمله اخوان المسلمین، جهاد اسلامی در مصر، طالبان در پاکستان، افغانستان و فداییان اسلام در ایران، حتی القاعده و داعش و حکومت‌های اسلامی منطقه تحت تاثیر گفتمانی بودند که سید قطب شکل داد. بنیادگرایی همان اصولگرایی است و به کسانی که به اصول اساسی اسلام سیاسی پایبندند گفته می شود. حال باید ببینیم چطور شد زمینه برای شکل‌گیری بنیادگرایی اسلامی در این کشور مساعد شد. برای پاسخ به این سوال باید به قرن 19 میلادی برگردیم، زمانی که انگلیس شبه قاره هند را به مستعمرات خود اضافه کرد. انگلستان اهداف بزرگی از استعمار هند داشت. در واقع هند مهمترین مستعمره این امپراتوری به حساب می آمد و منافع اقتصادی و سیاسی برای قدرتمندان بریتانیایی داشت. در این میان امپراتوری روسیه تزاری رقیب بریتانیا نیز در فکر گسترش مناطق تحت نفوذ خود بود. در نتیجه بین این دو قدرت در منطقه آسیای مرکزی یک رقابت سیاسی و نظامی به نام بازی بزرگ شکل گرفت. بخشی از این بازی بزرگ در پاکستان و افغانستان که مناطق مسلمان نشین همسایه هند مستعمره بریتانیا بود اتفاق افتاد. مردمان افغانستان و پاکستان با حضور استعمار پیر در این منطقه مخالف بودند. روس‌ها هم مدام به این مخالفت دامن می‌زدند و احساسات ضد انگلیسی را تقویت می‌کردند. در نتیجه همین مخالفت‌ها بارها مبارزات مسلحانه علیه انگلیس در این مناطق شکل گرفت. افغانستان حد فاصله بین دو امپراتوری بریتانیا و روسیه بوده منطقه مهمی به حساب می‌آمد. در این فضا دو نبرد جدی بین افغانستان و انگلیس شکل گرفت و در نهایت در دهه 1880 انگلیس تصمیم گرفت یک حدود مرزی را برای کشور افغانستان مشخص کند و حکومت دست نشانده خود را در آنجا مستقر نماید. با شکلگیری مرزهای جدید افغانستان مدرنی تشکیل شد. امیر عبدالرحمن خان که دست نشانده بریتانیا بود شاه افغانستان شد.
عبدالرحمن خان به ظاهر با شعارهای فریبنده خود را مستقل نشان میداد و برای راضی نگه داشتن مردم شعارهای ضد استعماری سر میداد، ولی در عمل در راستای خواست بریتانیا کار میکرد و قیامهای مردمی علیه حضور انگلیسی‌ها در منطقه را سرکوب میکرد. در آن زمان انگلیسی‌ها چند معاهده از جمله پیمان گندمک که بر اساس آن حتی تنظیم روابط خارجی افغانستان هم با مشاورت انگلستان باید اتفاق می‌افتاد را با افغانستان امضا کردند. این وضعیت ادامه داشت تا اینکه در اکتبر 1917 انقلاب بزرگ بلشویکی به رهبری ولادیمیر لنین در روسیه پیروز شد. موج اندیشه چپگرایانه و مارکسیستی بخش‌های بزرگی از دنیا به خصوص شرق و غرب و مرکز آسیا را فرا گرفت. روشنفکران تمام این مناطق با توسل به اندیشه‌های چپ به دنبال شکل دادن آزادی‌های سیاسی، مشروطه کردن پادشاه و آزادی‌های اجتماعی و البته جدا کردن دین از سیاست بودند. در سال 1919 میلادی امان الله خان، نوه عبدالرحمن خان، در افغانستان به قدرت رسید. شاه جوان افغانستان تحت تاثیر این موج روشنفکری و ضد استعماری اصلاحاتی را در کشور آغاز نمود. او می‌گفت چه معنی دارد زنان در پستوی خانه باشند؟ باید بیرون بیایند و در عرصه سیاست و اجتماع حضور داشته باشند. درس بخوانند. او مدارس مختلط را تأسیس، چند همسری را ممنوع و تک همسری را در کشور رایج کرد. دین را از سیاست جدا کرد. روزهای تعطیل را هم به جای جمعه یک شنبه قرار داد. این اصلاحات ملاها و متشرعین افغانستان را حسابی خشمگین کرد. انگلیس که دید امان الله شاه خیلی به شوروی نزدیک شده و خطر نفوذ مارکسیسم و کمونیسم وجود دارد، شروع به مسلح کردن قشریون نمود و آنان را بر علیه امان الله خان شوراند. زمانی که امان الله شاه می‌خواست به ایران سفر کند، چون همسرش ملکه ثریا بی‌حجاب بود، روحانیون به رضا شاه توصیه کردند دعوت را پس بگیرد و او را به خاطر بی‌حجابی زنش نپذیرد. این اتفاق مربوط به پیش از صدور دستور کشف حجاب توسط رضا شاه بود. امان الله خان به دلیل کشف حجاب خانواده‌اش حسابی از طرف ملاهای افغانستان تحت فشار بود. امان الله خان در برابر حمله انگلیسی‌ها و فشار ملاها تاب نیاورد و از کشور گریخت. بعد از او شخصی شدیداً واپسگرا و متحجر به نام حبیب الله کلکانی، معروف به بچه سقا، با حمایت ملایان قدرت را به دست گرفت. وی مردی عامی و بیسواد و خرافی بود. بنابراین خواستار پیاده کردن قوانین شرع در کشور شد. امیر حبیب الله کلکانی یا بچه سقا رهبر جنبش سقاوی‌ها بود که علیه سکولاریسم امان الله خان مبارزه می‌کرد. حبیب الله کلکانی پس از وارد شدن به ارگ کابل خود را امیر قاضی حبیب الله خادم دین رسول الله نامید و بر تخت پادشاهی نشست. نجیب مایل هروی بخشی از سخنرانی حبیب الله کلکانی را به نقل از خود او در کتاب تاریخ و زبان در افغانستان آورده است. من اوضاع کفر و بیدینی و لاتیگری حکومت سابقه را دیده و برای خدمت دین رسول الله کمر جهاد بسته کردم تا شما برادرها را از کفر و لاتیگری نجات بدهم. بعدازی پیسه بیت الماله به تعمیر مکتب خرج نخواهم کرد، بلکه همه را به عسکر خود میتم که چای و قند و پلو بخورند و به ملاها میتم که عبادت کنند. مالیه صفایی و محصول گمرک نمیگیرم، همه را بخشیدم و دیگه پادشاه شما هستم و شما رعیت می باشین. بروید بعد از این وقت خود را خوش بگذرانید. روحانیون که حامیان اصلی حبیب الله بودند به عوض تاج شاهی دستار سفیدی بر سر او بستند و او را نه شاه که امیرالمؤمنین لقب دادند. حبیب الله در اولین اقدام خود قانون اساسی را لغو کرد، مدارس دولتی را بست، به جای تقویم خورشیدی تقویم قمری را رایج کرد، حجاب را برای زنان اجباری اعلام کرد، مالیات و محصولات غیر شرعی را لغو کرده، خواستار اعمال قوانین شرعی شد. او با این کار خشک مقدس‌های سنتی افغانستان را راضی کرد، ولی از آنجا که شکاف قومیتی شدیدی وجود داشت، دقیقاً همان شکافی که در افغانستان امروزی نیز خیلی مشهود است، پشتونها به کابل حمله کردند و او را به طرز فجیعی به قتل رساندند. به دلیل اینکه حبیب الله از قوم تاجیک بود، پشتونها راضی نمی‌شدند یک نفر تاجیک شاه آنها باشد. آنها قدرت را منحصر به قوم خود می‌دانستند. در نتیجه قیام کردند و نادرخان از قوم پشتون را به قدرت رساندند.
نادرخان پدر ظاهرشاه معروف‌ترین شاه دوران معاصر افغانستان است. نادرخان پشتون وقتی به قدرت رسید چاره‌ای جز همکاری با انگلیسی‌ها نداشت. در واقع او وقتی با توطئه حبیب الله کلکانی را به قتل رساند خیلی منفور شد و فقط با کمک انگلیسی‌ها می‌توانست به قدرت برسد. برای همین به بهانه معالجه به انگلیس رفت و پس از بازگشت با حمایت انگلیسی‌ها بر تخت سلطنت نشست. نادرخان تا سال 1933 شاه افغانستان بود و بعد از او پسرش محمد ظاهر جانشین او شد. نادرخان شاهی تجددگرا بود به نحوی که اولین دانشگاه افغانستان یعنی دانشگاه کابل در دوران حکومت او در سال 1933 تأسیس شد. پسرش محمد ظاهر هم راه پدر را رفت. ظاهرشاه توانست کشور افغانستان را به صلح و ثبات رسانده و اصلاحات اجتماعی را گسترش دهد. در دوران حکومت محمد ظاهرشاه جنگ جهانی دوم به وقوع پیوست و با پایان این جنگ استعمار انگلیس در هند پایان یافت و جنگ سرد بین دو بلوک غرب و شرق دنیا شروع شد. موج فکری جنگ سرد خیلی سریع افغانستان را که با اتحاد جماهیر شوروی همسایه بود تحت تاثیر قرار داد. روشنفکران افغانستان با حکومت پادشاهی مخالفت کرده و خواهان حکومت جمهوری شدند. در فضای به وجود آمده محمد داوودخان نخست وزیر افغانستان و پسرعموی محمد ظاهرشاه علیه او کودتا کرد. ظاهرشاه در سفر ایتالیا از کودتا مطلع شد، بدون جنگ و خونریزی استعفا داد و به 40 سال حکومتش پایان داد. دهه آخر حکومت ظاهرشاه به دهه دموکراسی در افغانستان مشهور است. ژانویه 1973 یا اواخر تیر ماه 1352 خورشیدی داوودخان پایان سلطنت در افغانستان را اعلام کرد و خود را رئیس جمهور افغانستان نامید. در واقع پس از آن جریان جمهوری‌خواه در کشور قدرت را در دست گرفت، ولی این جمهوری از نوع جمهوری افغانستانی بود. آنها سریعاً پارلمان را منحل کردند و روزنامه‌ها را بستند، دوره تازه‌ای از استبداد را برپا کردند. جالب اینجاست که داوودخان تا قبل از به قدرت رسیدن شعارهای مارکسیستی داشت، ولی تا به قدرت رسید به سمت بلوک غرب متمایل شد. حزب دموکرات خلق افغانستان که چپگرا بود، با این رویکرد داوودخان مخالف بود. در نتیجه دوران تازه‌ای از خون و خونریزی و ترور در افغانستان آغاز گشت. اردیبهشت سال 1357 شمسی، یعنی چند ماه قبل از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، حزب دموکراتیک خلق افغانستان دست به کودتایی زد که آن را انقلاب سور، انقلابی مارکسیستی نامیدند. داوودخان و اعضای خانواده‌اش را تیرباران کردند. نور محمد ترکی که متمایل به شوروی بود، رئیس جمهور افغانستان شد. بعد از چندی حفیظالله امین، معاون ترکی که توسط آمریکایی‌ها به خدمت گرفته شده بود، به کاخ ریاست جمهوری حمله کرد و به حکومت نور محمد ترکی پایان داد. در 8 اکتبر 1979 ترکی به دستور امین توسط 3 مرد با بالش خفه شد. وقتی آن 3 مرد به ترکی دستور دادند که روی تخت دراز بکشد تا اعدامش کنند، او نه مقاومت کرد و نه چیزی گفت. جسد او را شبانه مخفیانه دفن کردند. این خبر برژنف را که به ترکی تضمین داده بود از او محافظت می‌کند شوکه کرد. این قضیه یکی از دلایل حمله 2 ماه بعد شوروی به افغانستان بود. رسانه‌های افغانستان 2 روز بعد گزارش دادند که ترکی به دلیل یک بیماری سخت درگذشت. آنها هیچ اشاره‌ای به قتل او نکردند. حفیظالله امین که در کوران جنگ سرد با شعارهای مارکسیستی روی کار آمده بود، به سمت غرب متمایل شد. نزدیکان امین وی را اینگونه توصیف می‌کردند: او فردی مستبد، وحشی، حیوان صفت، دیوانه و جاسوس شناخته شده امپریالیسم آمریکا بود. بعد از قتل نور محمد ترکی، حکومت امین در سراشیبی سقوط قرار گرفت. ولیاخوفسکی در کتاب طوفان در افغانستان نوشته است: پس از کودتای دولتی و به قدرت رسیدن امین، خشونت در کشور به اوج خود رسید. امین با دادن شعارهای ناسیونالیستی، پرگویی‌های بیهوده و سخنرانی‌های پوچ و میانتوهی، کار را به برپایی یک رژیم خودکامه و دیکتاتور کشاند. هر روز بر شدت مقاومت مردمی افزوده می‌شد، آنگونه که بیشتر منابع بر آن تاکید کرده‌اند. حفیظالله امین شرایط تماس و مذاکره با آمریکا و پاکستان را مهیا کرده، در نامه‌ای به ژنرال ضیاءالحق بهبود روابط بین 2 کشور را گوشزد کرد. اما ارتباط امین محدود به این 2 کشور آمریکا و پاکستان نشد.
آنگونه که سید محمد گلابزوی در مصاحبه با روزنامه حقیقت انقلاب سور مدعی شد، امین ضمن تماس با سازمان سیا با گلبدین حکمتیار از رهبران تندرو جهادی افغانستان نیز در تماس بود. او پیشنهاد یک حکومت ائتلافی را که حکمتیار نقش دوم را در آن داشت با وی در میان گذاشت و حکمتیار هم این پیشنهاد را پذیرفت. هرچند که حکمتیار چنین ارتباطی را با امین انکار کرد، ولی شواهد زیادی نشان می‌داد که چنین ارتباطی وجود داشت. در روزهای آخر حکومت امین، روس‌ها به این نتیجه رسیدند که با نگه داشتن امین در اریکه قدرت، خیزش مردم و مقاومت مهار نخواهد شد. از طرف دیگر، ارتباط امین با آمریکا و پاکستان باعث این بیم و هراس در مسکو شد که شاید این اطلاعات درست باشد و افغانستان به پایگاه جدید نظامی آمریکا تبدیل شود. بر همین اساس، حکومت شوروی تصمیم گرفت به افغانستان نیرو بفرستد و ببرک کارمل را جایگزین حفیظالله امین نماید. وقتی در سال 1358 هواپیماهای نظامی شوروی یکی پس از دیگری در فرودگاه‌های نظامی افغانستان به زمین نشستند، حفیظالله امین همه اعضای دفتر سیاسی را برای جلسه به اقامتگاهش در تپه تاج‌بیگ دعوت کرد و همه اعضای جلسه آن روز مهمان امین بودند. اولین غذایی که برای مهمانان آوردند سوپی بود که به وسیله آشپز روسی امین سمی شده بود. حفیظالله امین ابتدا گیج و منگ شد، سپس سوتوان سیمیونوف در یک عملیات نظامی 45 دقیقه‌ای به کاخ محل استقرار وی یورش برد، با رگبار مسلسل او را در پیش چشم اعضای خانواده‌اش به قتل رساند. همسر حفیظالله امین جزئیات کشته شدن او را چنین شرح داد: تا وقتی که مهمات داشتیم، هیچ کس نتوانست وارد کاخ شود. عده زیادی از مهاجمین کشته شدند. ما نمی‌دانستیم که روس‌ها هستند. وقتی مهمات ما تمام شد، آنها وارد کاخ شدند. به محض داخل شدن با مسلسل به 4 طرف شلیک کردند. در اثر این شلیک‌ها به دخترم ملالی و گلانی و پسرم خازک گلوله اصابت کرد. مهاجمین در حالی که عکس امین را به دست داشتند، به سوی دخترم قوطی رفتند. قوطی به آنها گفت: چرا شلیک می‌کنید؟ امین صاحب اینجاست. گفتند که امین کجاست؟ همان لحظه متوجه شدند که امین آنجا نشسته است، به او شلیک کردند. بعد از آن پسران و دخترانم زخمی شدند. وقتی دیدند کسی دیگر باقی نمانده، تیراندازی پایان یافت. شب هنگام جسد امین را در قالی پیچاندند و در گورستانی نزدیک کاخ به خاک سپردند. بر سر گور او هیچ لوحی یا نشانی نگذاشتند و باقی خانواده امین را که زنده مانده بودند به زندان پل چرخی بردند. از قبل اعلام شده بود که در شب 6 جدی کماندوان علیه انقلاب سور و رئیس شورای انقلابی حفیظالله امین سخنرانی خواهد کرد. ولی ناگهان برنامه‌های عادی رادیو کابل قطع شد و صدای ببرک کارمل با طنین غرورآمیزی پخش شد که خبر سقوط مرگبار رژیم فاشیستی امین را به مردم افغانستان تبریک می‌گفت. ببرک کارمل به ریاست جمهوری رسید. رئیس جمهور مطیع شوروی و بلوک غرب وضعیتی را که در یکی از بلاد اسلامی و منطقه استراتژیک دنیا اتفاق می‌افتاد را برنمی‌تابید. بنابراین نیروهای اسلامگرا را برای مبارزه با مارکسیست‌ها تجهیز کرد. برای مبارزه با مارکسیست‌هایی که بیخودا عنوان می‌شدند و در تبلیغات غربی هم دائم به این نکته اشاره می‌شد، زمینه‌ای را برای ظهور گروه‌های جهادی اسلامی از جمله طالبان، القاعده و البته داعش در افغانستان شد. در آن دوران منطقه خاورمیانه برای آمریکا منطقه حیاتی بود. چون آنها بزرگترین وارد کننده نفت جهان بودند، این نفت در خاورمیانه در نزدیکی شوروی بود. خاورمیانه در جنگ سرد منطقه مهمی محسوب می‌شد، چون با کنترل خاورمیانه و آسیای مرکزی می‌شد یک قدرت نوظهور در دنیا، یعنی چین را تا حدودی کنترل کرد. آمریکا مهمترین راه مبارزه با کمونیسم در خاورمیانه و نفوذ شوروی در این منطقه را تقویت گروه‌های اسلامگرای افراطی می‌دانست، همان کاری که انگلیس در بازی بزرگ انجام داده بود. با حمایت غرب و آمریکا، نیروهای اسلامگرای افراطی و سنی‌های سلفی مسلح شدند. سلفی‌ها توانستند چندین هزار نیروی مسلح را سازماندهی کنند و علیه شوروی متجاوز وارد جنگ شوند. 7 گروه اسلامگرا از اقوام مختلف دور هم جمع شدند و مجاهدین افغان را شکل دادند. در اوج هجوم شوروی به افغانستان، حدود 6 میلیون نفر، عموماً شامل زن، بچه و افراد پیر، از این کشور خارج شدند و به پاکستان و ایران رفتند، در حالی که مردها در کشور ماندند و مبارزه کردند. شوروی فکر می‌کرد جنگیدن با تعدادی افراد مسلح
به سلاح‌های سبک و دمپایی به پا برای ارتش سرخ کار آسانی است، اما اشتباه می‌کرد. افغانستان تبدیل به باتلاق شوروی شد. همان اتفاقی که برای آمریکا در ویتنام افتاد. شریک‌های افغان در کوهستان‌ها می‌جنگیدند و این نفس روس‌ها را گرفته بود. تجهیزات پیشرفته شوروی‌ها در کوهستان به کارشان نیامد. فقط هلیکوپترها در نبردهای کوهستانی توانستند مخفیگاه مجاهدین را مورد حمله قرار دهند. این مشکل را هم آمریکایی‌ها برای مجاهدین حل کردند. با ارسال موشک انداز استینگر، هلیکوپترهای شوروی از شکارچی به شکار تبدیل شدند. جنگ افغانستان 9 سال طول کشید، زیرا ارتش سرخ نمی‌توانست مبارزین مجاهد را از مردم عادی تشخیص دهد. در نتیجه چیزی حدود 1 میلیون شهروند عادی افغانستان در این جنگ کشته شدند. در نهایت شوروی‌ها درک کردند این جنگ را پایانی نیست. اوضاع سیاسی اقتصادی در شوروی به هم ریخته و در آستانه فروپاشی بود. از این رو نیروهای شوروی از افغانستان خارج شدند. با خروج شوروی از افغانستان و سقوط دولت چپگرای اصلاح طلب دکتر نجیب الله به دست اسلامگراها و به تحریک آمریکا و کشورهای غربی به دشمنان درجه یک اسلامگراها تبدیل شدند. در چنین شرایطی بنیادگرایی اسلامی در تقابل با غرب و آمریکا تئوریزه شده بود و صاحبان این اندیشه قدرت را در افغانستان به دست آورده بودند. ماری که از آستین غرب بیرون آمده بود، می‌خواست صاحب این آستین را نیش بزند. البته غرب ستیزی وجه مشترک تمام گروه‌های اسلامگرا در منطقه، از اخوان المسلمین در مصر تا حزب بعث در سوریه، حتی در عراق تا جمهوری اسلامی در ایران و مجاهدین در افغانستان بود. وقتی شوروی از افغانستان خارج شد، افغانستان کشور بدون حضور زنان و کودکان بود، زیرا بیشتر آنها در دوره جنگ از کشور خارج و به پاکستان رفته بودند. تعدادی از پسران افغانی در دوران اقامت در پاکستان به مدارس مذهبی پاکستان می‌رفتند. سازمان اطلاعاتی پاکستان یا ISI هم از این موقعیت پیش آمده استفاده کرد تا بتواند نفوذ خویش در افغانستان را گسترش دهد. نهایتاً 7 گروه از دل مجاهدین افغانستان بیرون آمد که این 7 گروه برای به دست آوردن قدرت با هم در جدال بودند. کم کم تعداد این گروه‌ها بیشتر شد و به 18 گروه رسید. البته احمد شاه مسعود، رهبر بزرگ مجاهدین، تا حد زیادی توانست این وضعیت را کنترل کند، اما بچه‌هایی که در بیش از 2000 مدرسه مذهبی پاکستان درس خوانده بودند، بزرگ شدند، می‌خواستند به کمک مجاهدین بروند، زیرا افکارشان به افکار آنها که در این مدرسه‌ها آموزش دیده بودند نزدیکتر بود. در این پروسه اتحاد جنبش طالبان شکل گرفت. در واقع طالبان به معنی طلبه‌های دینی میباشد. این جنبش بر شکاف مذهبی، ایدئولوژیکی و قومی سوار بود. پشتونها نمی‌خواستند قدرت به دست اقوام دیگر مثل تاجیک و هزاره و ازبک بیفتد. باید توجه داشت که شکاف قومیتی در افغانستان همیشه عمیق بود. حتی در دوران حکومت کمونیست‌ها در این کشور، 2 حزب کمونیست در افغانستان وجود داشت. اولی حزب دموکراتیک خلق افغانستان برای پشتونها و دومی حزب پرچم برای غیر پشتونها بود. طالبان به دنبال بازگشت به صدر اسلام و به دنبال راه انداختن خلیفه‌گری بودند. با هر بیگانه‌ای از جمله شیعیان جهاد می‌کردند. پاکستان می‌توانست با به قدرت رساندن طالبان هم اقتصاد این منطقه را کنترل کند، هم در اختلافات مرزی خود با هند شرایط بهتری پیدا کند. علاوه بر آن، رابطه خود را با عربستان وهابی مستحکم‌تر کند. طالبان از جنوب وارد افغانستان شدند. سال 1996 طالبان تمامی مناطق افغانستان را از دست سایر گروه‌های مجاهد بیرون آورده و توانستند حکومت امارت اسلامی افغانستان را شکل دهند. ملا عمر طالبی حاکم قندهار تبدیل به رهبر طالبان شد. با شکل‌گیری امارت اول طالبان، زنان به پستو روانه شدند، مردان مجبور به پوشش مشخص و گذاشتن ریشه بلند شدند. به دنبال آن تمام ظواهر مدرنیته از بین رفت. مجسمه‌های غول پیکر چند صد ساله بودا را منفجر کردند تا به این طریق طالبان به جنگ تاریخ غیر اسلامی افغانستان در گذشته هم رفته باشند. بیشتر جنگ‌های قرن 20 مانند جنگ‌های کره شمالی و جنوبی، ویتنام و بسیاری از کشورهای دیگر صحنه مقابله 2 ابرقدرت دنیای آن زمان، یعنی آمریکا و شوروی بود. آمریکا بلایی را که شوروی در جنگ آمریکا در ویتنام بر سرش آورد، دقیقاً در جنگ شوروی در افغانستان جبران کرد. پس از اینکه شوروی به خاک افغانستان حمله کرد، از طرف نیروهای محلی این کشور اعلام جهاد داده شد. این اعلام جهاد باعث سرازیر شدن مسلمان‌های بسیاری به افغانستان شد تا در جنگ مقابل مشرکین شرکت کنند.
گروهی که شروع به مبارزه با شوروی کردند مجاهدین لقب گرفتند. کمک‌های مالی و نظامی از سمت آمریکا، عربستان و پاکستان به سوی مجاهدین سرازیر می‌شد تا برای شوروی جهنمی به وجود آورند که در این راه موفق هم شدند. 10 سال بعد شوروی با شکست افغانستان را ترک کرد. از میان این مجاهدین که همگی متفق القول با شوروی می‌جنگیدند، 3 تن از آنها به نام‌های ابو مصعب زرقاوی، مؤسس داعش، اسامه بن لادن، مؤسس القاعده و محمد ملا عمر، مؤسس طالبان را باید به خاطر سپرد. خیلی ممنون از صبر و حوصله‌ای که به خرج دادین و ما رو همراهی کردین. فکر میکنم این یه مقدار همیشه من میخوام در مورد یک چیزی بنویسم مجبورم که یه گریزی بزنم به پیشینه تاریخی. برای همین فکر میکنم قسمت شاید به نظر خودم، حالا چون میخواستم به طالبان بپردازم، تاریخ کلی افغانستان، یعنی حالا توی چند صفحه یه تاریخ مختصر و کلی افغانستان بود که اصلا چرا به این قسمت یا چطور شد که اصلا روند تاریخی به طالبان رسید. چون به نظر خودم جالب به نظر میاد اینطوری نگارش، برای همین اینو آوردم اینجا که حالا برای من خب قبل از این که اصلا بنویسم شاید برای خیلی از دوستانم همینطوری باشه، میگه اصلا طالبان چطور شد که قدرت گرفتن، یا داعش، طالبان یا القاعده چطور شد که اصلا قدرت گرفتن و چون الان طالبان خب میدونیم که دو دوره هستش که میان قدرت و میرن کنار، الانم که در حال حاضرم که صاحب قدرت هستن. حتی تا همین چند وقت پیشی که طالبان داشتن دوباره، حالا بعد از اینکه آمریکایی‌ها که آقای زمانی هم توضیح دادن که با تمام تجهیزاتی که برای طالبان گذاشتن رفتن دوباره قدرت داشتن به دست میارتن، من یادمه که حتی تو همین اروپا داشتیم بحث میکردیم، من داشتم میگفتم که مثلا طالبان قدرت رو میگیرن، خیلی وضعیت خیلی بدتر از ایران خواهد شد اونجا. چند از دوستانی که مال افغانستان بودن داشتیم صحبت می‌کردیم، گفتن نه بابا اصلا فرق میکنه، الان چند وقتی که اون آمریکایی‌ها تو افغانستان هستن خب خیلی چیزها یاد گرفتن و میتونن شرایط بهتری، شما افغانستان رو با آخوندهای ایران مقایسه نکنید، در حالی که میبینیم که خب طالبان خیلی به نظرم واپسگراتر از آخوندها هم هستن و اینکه چقدر راحت توسط کشورهای مدرن و اروپایی پذیرفته شدن و خیلی راحت نشستن باشون به عنوان یک قدرت تون کشور به رسمیت شناختن و برای جلسه دعوت کردن و پای قراردادها نشستن و الان چند سال هم هستش که دارن حکومتشون رو میکنن و هر روز هم دارن به اون واپسگرایی و اون اینکه به تمدن چند صد هزار ساله عصر حجر رو در افغانستان پیاده بکنن. افغانستانی که همونجوری هم در شرایط واقعا وحشتناک، مخصوصا حالا اون 50% بانوانشون و دخترها تو شرایط خیلی بدی داشتن زندگی میکردن، ولی با وجود طالبان میشه گفت 1000 سال هم به عقب پرتاب شدند و وضعیتشون هر روز از روز قبلش داره بدتر میشه، ولی کشورهای اروپایی یا حالا آمریکایی میان سود خودشون رو برمیدارن و اینکه چه طفالی از اون مملکت باقی میمونه ولی هیچ کس اهمیتی نداره. اینو اینجا گفتم اتفاقا یاد اون روزهایی افتادم که همه هیجان زده بودن این که آمریکا و اسرائیل به ایران حمله میکنه، بالاخره ما رو از دست این آخوند نجات میده. من همیشه تو موقع خیلی هرس میخوردم این که چرا باید فکر کنیم که یک آمریکایی یا اسرائیل میاد که ما رو از دست اینا نجات بده. هر کی که دهن داره طبیعتا برای خوردن میاد. اینا هم هیچ وقت نه دلسوز افغانی بودن نه دلسوز ایرانی بودن و
نخواهند بود. اگه قرار هست آرامش، رفاه و یا آزادی هم به دست بیاریم، باید با تلاش و یا اون همت خودمون هستش که اون ایرانی یا افغانی هستش که میتونه اون آینده خودش رو یا آینده نسل‌های آیندهش رو بسازه. این که امید به این ببندیم که یک کشور دیگه ای که برای چاپیدن داره میاد یا برای ویرانه داره میاد، کسی که با حالا قدیم ها میگفتن با شمشیر داره میاد، الان کسی که با توپ و تفنگ داره میاد طبیعتا برای سازندگی نمیاد، برای ویرانه میاد و برای رها کردن، رهایی آزادی ما هیچ کس هیچ قدمی بر نمیداره مگر اینکه خودمون بخوایم. که نمونهش عرض کردم همین افغانستانی هستش که حالا وقتی همین خلاصه تاریخش رو که تو همین 10 دقیقه شنیدیم، وقتی داریم نگاه میکنیم خیلی فرقی با موقعیت ایران ما نداشته. خب اونجا هم آدم‌هایی بودن که داشتن تلاش میکردن در جهت مدرنیزه کردن اون کشور، داشتن فعالیت میکردن، ولی قدرت‌های ابرقدرت‌ها برای اینکه بخوان موقعیت خودشون، اون استراتژی خودشون تو اون شرایط بخوان استیبل بکنن، اینکه چند نفر وسط له بشن برای اون اصلا اهمیتی نداره. در واقع ما رو اصلا جز اون شمارش های انسان ها به حساب نمیارن که تازه بیان بگن که افغانی یا ایرانی یا غزه‌ای یا لبنانی میمیره، از میگن اصلا مهم نیست که چند نفر میمیره، اصلا مهم نیست. کمان که الان حتی وقتی داریم صحبت میکنیم با بحث میشه، هیچ کس از کشته های غزه و لبنان صحبت نمیکنه. خیلی راحت هر کی داره صحبت میکنه میگن فلان قد آدم اسرائیل در دست حزب الله لبنان، نمیدونم در دست نیابتی جمهوری اسلامی، حالا در دست هر کسی اسیر هستش، در حالی که تو این مدت که هزاران زن و بچه و کودک غزه‌ای و لبنانی کشته شدن کسی صداش در نمیاد، اصلا براش مهم درک کردم، برای اینکه اصلا ما جز اون ارقام و اعداد انسانی نیستیم که بخوام ما رو به حساب بیارن بعد بگن که این آدم ها مردن یا اینکه اینا هم انسان بودن جونشون از دست دادن. فقط همون چند تا برگزیده ها مهمن که حالا یه دونه از دماغ اونا خوند نیاد، یا اینکه اتفاق برای آمریکایی یا اتفاق برای انگلیسی حالا اسرائیلی نیفته. افغانی و ایرانی برای هیچ کس هیچ وقت نه ارزشی داشته نه مهم بوده. حالا اگه دوستان دیگه مطلبی دارن، سوالی دارن، آقای زمانی، آقای بابک، آقای بوتو و آقای قاسم اگه صحبتی دارید در خدمتتون هستم. اتفاقا من میخواستم یه چیزی عرض کنم. خیلی متاسفم واقعا. یه خانواده‌ای 2-3 هفته پیش از افغانستان با من تماس گرفت، از بدبختی شاه. بعد برا من زندگیشو گفتم که یه فیلم برا من بگی بفرست. گفت دوربینم تلفنم خیلی داغونه، فیلم نمیده. گفتم مهم نیست، این در همسایه یه دونشون که دوربینش سالمه بگی برای من یه دونه فیلم بگی. گفت باشه، فردا همسایه‌مون تلفنش خوبه اینا میگه. این یه فیلم برای من فرستاد. اینا توی یه اتاق زندگی میکردن، گونی کپ اتاقشون. اصلا واقعا من اصلا اون فیلمو که دیدم و خودشم اومد جلو فیلم سلام کرد، گفت اینا خواهر برادرای منن، بابا اونم طالبان کشته. بعد به من گفت خواهش میکنم صدقه میخوای بدی بده به من. گفتم من مارکسیستم، من صدقه به کسی نمیدم، ولی برات یه خورده پول میفرستم، اینجا یه جایی هم هست مال افغانی هاست، میرم اونجا میگم کمکتون کنم. گفتم شماره حساب بانکی تو بدم. یعنی ببینید من اون فیلمو که دیدم فکر کنید روی زمین گونی انداخته بودن، فرششون چیزی که روش نشسته بودن. یعنی اصلا اون فیلم واقعا اعصاب من داد. ما این همه خودمون بدبخت داریم، به مرگ خودم به جون یه دونه بچم من نصف حقوقمو در ماه کمک این آدما میکنم. بعد گفتن حساب بانکی تو به من بده. گفت اینجا حساب بانکی نیست، تو بری یه دونه از این
صرافی افغانی این جا رو بدی، بعد من میرم مثلا با شناسنامه اونجا اون پول میگیرم. گفتم باشه. رفتم یه دونه این افغانی ها رو پیدا کردم، یه مقدار پول بهش دادم، بعد بهش گفتم جریانو. اونم شرمنده شد حرفای منو که شنید. یه 300-400 افغانی هم اون گذاشت رو اون پول، 3-4 هزار افغانی شد. بعد گفت یعنی گوری خانم من آدمی نیستم واقعا به این راحتی تحت تاثیر قرار بدم، ولی من اون فیلمو که دیدم واقعا دیدم چقدر اینا بدبخت. باباشو طالبانیا زدن کشتن، ننه، فلج، 3 تا بچه، 5 ساله و 6 ساله 7 ساله با خودش که 16 سالش. یعنی واقعا اون فیلمو هر کی میدید میشست گریه میکرد. من خودم شاهد خیلی بدبختی ها بودم، شاهد مردن ها بودم، رفیقم ها بغلم اشتم بردن اعدام کرد. ولی واقعا وضعیت اینا رو دیدم تو قرن 21 های سیاه‌چالای ابین و هیچ کجای دنیا نمیبینه. اینا دارن یه جایی زندگی میکنن که دور اینترنته. واقعا دلم براشون سوخت، واقعا دلم براشون سوخت. چه ظلمی کردن این امریکایی‌ها. اون همه اسلحه به قول آقا زمانی گذاشتن براشون که دیگه هر غلطی دلشون میخواد بکنم. واقعا متاسف شدم، واقعا متاسف شدم که تو قرن 21 آدم شاهد همچین چیزایی بشه. این صرفا شما بدبختی خواستید، گفتم یه نمونهش که من خودم به چشم خودم دیدم. ببخشید من تمام. جناب خواهش بابک میکنم. عذرخواهی میکنم، این دو تا برادری که نیسان داشتن، نمیدونم بوری خانم یادتون میاد یا نه، داشتن نمیدونم کجا میرفتن که تو بیابون زابور زایدان یا سیستان بلوچستان کدوم منطقهش بود از تشنگی مردن. اون فیلمشو دیدی؟ نه من ندیدم، متوجه نشدم. دو تا برادری که از تشنگی مردن؟ آره نگاه کنید، نه یه نیسان داشتن، نمیدونم کجا داشتن میرفتن. بعد اینقدر این فیلم یعنی گوشی با گوشیشو خودشون فیلم گرفتن، گفتن ما مال روستای چیزیم، حساب اسم روستاش هم گفت. بعد اینا با نیسان داشتن میرفتن تو راه، بس که نیسانشون خراب میشه. یعنی از بی امکاناتی، منظور که دو تا برادری که جوان بودن، همه جفتشون هم زیر 30 سال بودن، گفتن مثلا فیلم گرفتم همینجوری رو زمین دراز کشیده بود، لباش خوش، گفت این فیلم آخرین فیلم ماست، به مادر پیر، یه مادر پیری داریم تو روستای فلانجاست، ما دو تا بچه رو بیشتر نداره، این مال دنیا چیز، کلا سرمایه‌مون هم تو مال دنیا همین نیسانی که اینجا خراب شده. اگه ما اینجا مثلا مردیم، اگه کسایی که فیلمو دیدن یعنی ما نیسان رو به زحمت ببرن همون جای مادرمون، بدن به پیرزن که مثلا زندگیش دیگه کلا از همین راه میچرخه دیگه. یعنی از حالت بی امکاناتی اینا اونجا از تشنگی هیچ که به دادشون نرسید، یه گوشیاش هم که جواب نمیداد، آنتن نمیداد منطقه. یک نفر اینجا پیدا نشد که یک مثلا امکاناتی باشه که اینا توی خود سیستان و بلوچستان، فکرشو بکن وسط کویر انگاری گیر کردی. سیستان و بلوچستان منطقه هایی داره حالا آنتن نمیده، ولی اینجوری که نیست که مثلا اینقدر بی امکانات باشه که اینا از تشنگی بیان بمیرن. هیچ کم بعد 7 روز پیداشون کردن، بعد 7 روز. حالا دیگه افغانستانی و اینا که بنده خدا دیگه باز مزید چیز بدتر از اینا هستن، ولی بنده خدا سیستان بلوچستان واقعا فاجعه است واقعا. یعنی اتفاقا آقای با تو آقای بابک در مورد افغانی دارم میگم، من خودم شاهد بودم. حالا چند سال پیش که من توی ایران بودم، توی همون سیستان و بلوچستان سمت سرباز، خانواده هایی بودن که توی یه فضای 1 متر در 2 متر خونه نبود، چپر بود که با اون برگ های لیفه های خرما درست میکردند و چپر بود دیگه. حالا یه خانمی بود که با یه بچهش اونجا زندگی میکرد، یعنی یه خانمی بود که یه آقای خریده بود ازش، توی اون خونه 1 متر در 2 متر زندگی میکردن اینا. البته که خب اونجا خیلی هوای سردی هم نداره، خیلی نیاز به اون حالا زمستونش نیاز به اون پوشش و اون قدری نداشت، ولی خب تابستونای گرم وحشتناک 45 درجه داره. ولی این خانم با بچه، یه خانم خیلی مثلا همچین خانم چیز هم نبود، چون خریده بوده. دید این آقا
این خانم را سن پایینی هم داشتن، فکر کنم 13-14 ساله بودن که یه بچه هم داشتن که توی یه کپر 1 متری. حالا گونی هم به نظرم خیلی نعمتی هست که حالا این دوست افغانمون داشتن، ولی که الیاف انداخته بودن کف کپر، با بچهش اونجا زندگی میکرد و یه خانم با یه بچهش اونجا زندگی میکرد. اینکه تو منطقه به قول شما حالا سیستان و بلوچستان ما هم خیلی بهتر از افغانستان نیست، ولی متاسفانه جایی هستش که خب این یه تیکه ای از همین ایران هستش، ولی انقدر دزدی ها و چیزایی که توی دولت مرکزی اتفاق میفته، به اون بدبختا حتی به اندازه گذران زندگیشون هم که بخواد یه سقف بالای سرشون باشه. حالا نگه همه اینطوری هستن، ولی خب به هر حال درصدی از افرادی هم هستن که توی سیستان و بلوچستان مخصوصا از کردم همون سمت چابهار و سمت سرباز و اینا، خیلی این افرادی هستن که زندگی اینجوری دارند و هیچی ندارن زندگیشون. یه انسان چطوری باید یه یخچال به خود کمرش ببنده، اون از کردش، اونا از این ور کولبری میکنن، اینا از این ور چیکار میکنن؟ شوتی دارن. شوتی رو میدونی چیه؟ با ماشین. یعنی نگاه کن، یعنی وحشت دیگه توی شوتی ها هست. بنده خدا که از پشت یکی اگر جا بمونن یا مثلا گیره پلیس ها بیفته، از پشت با تیر میخورن. اگر هم سرعت رو بگیرن، سر پیچا چپ میکنن، در جا میمیرن. یعنی تو فکر کن میخوای مثلا این ماشین رو با 4 تا قطعه وسیله ببری به یک جا برسونی، میخوای یک آباریکه مثلا باشه که برای زن بچه‌ها دیگه، و اینا چی کدوم انسانی میاد خطر میکنه برای درآمد پول یا مثلا به دست آوردن پول، بدونه که من این راهی که میرم یک پاش مرگه. خواهی باید اولا که چی زندگیه، دوما بود بر اسم بیشرف ثابتی. میگن آقای ثابتی، آقای تمروز فکر کنم دیده باشه دیگه اون قضیه مصاحبه که دک کرد، گفتم مثلا چرا سیستان و بلوچستان اینجوریه، گفت ما نمیتونیم بیایم مازندران رو با سیستان و بلوچستان یکی کنیم، موقعیت جغرافیاییشون به هم دیگه نمیخوره. خب عوضی اون دهانه اقیانوسه، حالا حتما باید بیاد سرسبز باشه، حتما باید بارانزا باشه، حتما باید استوایی باشه. از نظر موقعیتی که شما دارید میگی جغرافیایی، از نظر اقتصادیش چرا ضعیفه؟ حالا ما میگیم مثلا از نظر امکانات اینا صعب العبور که نیستش که. شما دارید مقایسه میکنید با مازندران، چه ربطی داره؟ هر جایی هر چیز خاص خودشو داره دیگه. بندرعباس یه جغرافی خاص خودشو داره، کرمانشاه موقعیت خاص خودشو داره. ولی اگر نداشته باشه، اگر مثلا اون زیر ساخت اون نمیدونم منابع رو اگر 30 سال بلوچستان نداشته باشه، میگه ما نداره، از استان‌های دیگه بعد بهش تامین بشه. ولی وقتی آخه داره، بوته جان عزیز من، شما برو این 10 سال آخر دوره شاه رو 1 میلیارد داده فلانجا، 200 میلیون پوند داده به شهرداری لندن برای فاضلاباش. 10 قلمه، این 10 قلم میشه 9 میلیارد. میدونی اون زمان 9 میلیارد 9 میلیارد خیلی پوله، همین هم خیلی پوله. حالا شما حساب کن 50 سال پیش با این 9 میلیارد تمام کردستان و سیستان بلوچستان رو میشد ساخت. آخه آقای زمانی راست میگه، ما مستاجریم، اینا پول نفت و همه چیز از هر غلطی دلشون میخواد میکنن به کسی که جوابگو نیستن مردمن. بعد وقتی میگه مردم ایران، چه مردمی؟ مردمی که نمیدونن این میلیاردها میلیارد پول میبرن میدن جای دیگه. میخواسته بره یه چه اسکی کنه، حاضر نبوده 20 دقیقه پول میده اونجا تلکابین درست کنن. مگه اون مردم ما الان بدبختن؟ ببخشید معذرت میخوام بوتو جان اومدم تو حرف. نه ببخشید. بابا جان، من میگم اگر مثلا آقای تبریز میگه تجزیه مثلا اینجوریه، من برای چی من میدونم مفهوم اون صحبتشو درک میکنم چی میگه، ولی این که مثلا شما به یقه یه شخص بگیری که بگی تو چرا تجزیه طلبی یا تو چرا به تجزیه طلبی به آتشش میدمی، آقا شما باید یقه اون شخص، اون حکومت یا اون قضیه رو بگیری که چرا به اینجا رسیده، که یه شخص توی اون تخیلش یا تو تفکرش این بگذره که من اینجا با بودنم یا همین روند مثلا حال حاضر ادامه پیدا کنه، من به جایی نمیرسم
پس بهتر تجزیه بشن. بعد تو به یقه اونو بگیری، یقه صاحب کسی که این فکر رو، این مشکلات رو درست کرده رو بگیری، نه که من توی فکرم یه چیزی باشه بگی یقه من تو تجزیه طلبی، ای بی شرف، ای فلان شده. آقا یعنی چی؟ برای چی فقط بعد اینجوری فکر کنیم؟ ما باید فکر کنیم که مردم ما چرا نباید عاشقی باشن که توی خاک ما زندگی کنن، نه که تماما کسانی که فارغ التحصیل میشن ازشون مصاحبه میگیرن میگن شما فکر البته آقای بوتا، همین شخصی که داره میگه که چرا تو تجزیه طلبی و آقای زمانی داره دلیل تجزیه را استبداد میدونه و حکومتی که داره به مردم این همه ظلم میکنه، اون آدمی که داره هوچیگری میکنه میگه که فلانی تجزیه داره، خودش داره به اون کسی که ما باعث تجزیه داره میشه استبداد برای موندگاریش داره کمک میکنه. ایشون با پولشویی داره به اون کمک میکنه که بمونه هنوز. اگه امثال اینا نبودن، اگه امثال پولیا و زراب ها نبودن، اگه اجازه نمیدادن که این همه ارز مملکت برای جمهوری اسلامی جابجا بشه، مطمئنا مردم ایران راحت تر میتونستن با این جنایتکار بجنگن، مردم ایران راحت تر میتونستن این ضحاک پایین بکشن. ولی وقتی همچین آدم هایی هنوز هستن که برای ماندگاری این نظام دارن تلاش میکنن، خودشونو به هر آب آتیشی میزنن که این نظام هنوز بمونه، معلومه برای کسایی هم که بخوان افشاگری بکنن، برای کسایی که بخوان مردم آگاه بکنن و بیدار بکنن، بگن آقا دلیل این که این بلوچ، دلیل این که کرد، ترک و حالا عرب میخواد از کشور جدا بشه، دلیلش اینه که داره تو این کشور زندگی و عمرش نابود میشه و اگه اون داره جدا میشه به خاطر این هستش که یه جای دیگه دارن دزدی میکنن حقش. اگه حق همه اینا رو بدن هیچ کس نمیخواد، نه تنها اونا نمیخوان جدا بشن، ممکن هم هستش حتی مثلا آذربایجان بگه که آقا منم میخوام بیام پیش شما، چون شما حقوق انسانی رو بیشتر رعایت میکنه نسبت به هم. ممکن اصلا کردستان عراق هم بگه که اگه حقوق مردم رعایت بشه کردستان عراق ملحق بشه به کردستان ایران. ولی وقتی این اتفاق نمیفته و این آدم ها دارن کمک میکنن به اون جنایتکاری که نشسته و زندگی رو برای مردم هر روز جهنم تر میکنه، معلومه با هوشیگری میان کسایی که آگاه میکنن، کسایی که عامل اصلی رو دارن نشانه میرن، خب میان این طرف رو خفه بکنن که مردم رو بیدار نکنن، که مردم متوجه بشن اصلا دلیل نارضایتی مردم خود این ضحاکه. ببینید خانم قراداغی، اگر ما کشوری داشتیم که با این همه منابعی که ما داریم استفاده درست از این میشد، شما سیستان بلوچستان، سیستان انبار قله ایران معروف بود، اینا میتونستن به جای این پولایی که این ور اون ور خرج کنن، دادم 1 میلیارد بدی به چه آب فاضلاب لندن و به اون در شهبانو رفته ونیز دیده سیل آمده اونجا داره زیر آب میره، چند صد میلیون دلار اونجا کمک کنی. اینا رو 4 تا دستگاه آبشیرین کن وارد کشور میکردن و اون مناطق را بهش میرسیدن، خب اونجا هم آباد میشد. ما اگر ثروت ثریا اسفندیاری که به اون مؤسسه سگ و گربه‌های فرانسه داده، بله. اینا چی؟ همون رو ببین شما چقدر اون زن بیشرف بود. هزاران پناهنده ایرانی در فرانسه است. الان اون یه جنگلایی هست اونجا که مرزیه که میرن اونجا وای میسن که در اونجا روزگار میگذرونن افرادی که میخوان برن انگلیس. تو اون جنگلا هر کی یه گوشهش چادر زده. ایشون گفته وصیت کرده که پولایی که چیز دارن ازش باقی میمونه خرج سگا گربه های پاریس بشه. نگفته، چون اینا از ایرانی اصلا متنفر بودن، اینا متنفر دارن، میگن آقا خب مگه نگفت چند روز پیش یکیشون که شاه را ما آوارش کردیم، شاه از ما کینه باید داشته باشه، ولی اینها که یعنی واقعا برعکس شده، طلبکار شدن اینا. یعنی به جای اینکه خجالت بکشن، میگم به طلب چه بدهکار رو بدی طلبکار میشه، ماجرا ایناست. ما یخه اینا رو نگرفتیم که آقا دزدی اموال ما رو زدی بردی، بعد طرف آمده تازه میگه شما باعث شدید من آواره. آقا ما کجا تو رو آواره کردیم؟ تو خودت گذاشتی در رفتی، تو خودت یاران بهترین یاران خودت هم دستگیر کردی برای اینکه اونا بمونن تو ایران.
توپ دم چی میگن گوشت دم توپشم، بعد خودت گذشتی در رفتی. بعد ببینید جناب، من یه چیزی راجع به این افغانستان به شما بگم. افغانستان خب همسایه‌هاش کیان؟ آخوند ایران تأثیر میذاره رو شیعیان اونجا، یه مش عقب افتاده هم اون ور از پاکستان تأثیر میذارن رو پشتونا که سنی هستن. کدوم اینها دارای فکر بازی هن که این فکر را منتقل کنن؟ کدوم اینها دارای یه تفکرات مدرنی هستن؟ یه مش عقب افتاده به مردم نگه داشتن در اونجا. 20 سال هم آمریکایی اونجا بودن، هیچ کاری اونجا نکردن. یعنی چون نمیخوان اینا، نذاشتن یک سازمان های اونجا پا بگیره، نهادینه کنن دموکراسی در اونجا که نشه به یک روز عوض کرد ماجرا را. گذروندن. من یه چیز جالبی به شما بگم، این ناتو نیروهای مختلف از کشورهای مختلف فرستاده بودن اونجا. از دانمارک هم یه گروه رفته بودن. اینا شغل اینا چی بود؟ رفته بودن توی پادگان، بعد تو پادگان ها برای محافظت از پادگان یه سری افغانی استخدام کرده بودن، که یعنی اینا تو پادگان که هستن اگر حمله ای میشه، اونا افغانی هایی که محافظت میکنن از پادگان ها، اونا باید بجنگن، نه اینکه خود دانمارکی بجنگه. بعد جالبی بود که اینا پول میدادن، نمیدونم $100,000 در ماه به یه گروهی را استخدام کرده بودن، 40-50 نفری، 100 نفر، اینو دقیقا نمیدونم، که اینا مراقبت کنن از پادگان. اون گروه هم نصف اون پول را میداد به طالبان که حمله نکنن به اونجا. شما ببینید در این حد. و بعد از لحاظ والا تمدن، فرهنگ، یعنی از ما که به قول معروف و پاکستان که دیگه به قول معروف چی میگن بهش، پاشوره کثافت دنیاست، اینا از ما وضعشون خیلی بدتره. اینا یه رهبری دارن به نام دوستم، ژنراله. این زمانی که نجیب الله اینا در قدرت بودن و کمونیست‌ها در قدرت بودن، کمونیست ژنرال عبدالرشید دوستم. بله، دوستم به قول شما. ایشون در زمان چیزا کمونیست بود. زمانی که به حساب کمونیست از کشور خارج شد، روسا از کشور خارج شدن و کشور افتاد در اختیار نجیب الله، این دید شانسی ندارن، کشید کنار از به حساب از حمایت نجیب الله و رفت خودش با ازبک ها، اون شد رهبر ازبک ها. از اون طرف هم موقع که جهادی ها آمده، یعنی خودش قاطی جهادی ها کرد علیه همین نجیب الله. زمانی هم که قدرت جهادی ها گرفتن، حکمتیار نمی آمد در پای تخت، می گفت تا دوستم اونجاست من نمیام. حالا اونا را بحثش جداگانه است. جالبی مسئله اینه که همین جناب دوستم چند وقت پیش یکی از مخالفانش داد که یه مرد 60-70 ساله‌ایه به نام احمد ایشچی، مخالفشه، دستور داد دستگیرش کنن، دستور داد سربازاش اینو کردن، ترتیبش دادن، شما فقط تجسم کن. اینا فرماندهان و نیروهای سیاسی یک کشوری هستن. مخالف خودش میگیره، سربازاش ردیف میکنه و خودش هم آخر سر میاد ترتیب این احمد ایشچی رو میده. خب از اینا دیگه چی در میاد؟ این کشور نه کار فرهنگی توش شده. شما الان برید اسلحه رو از دوش طالب وردار، ماشینا رو هم از تو خیابون جمع کن، میشه صدر اسلام افغانستان. یعنی هیچ چیزی تغییر پیدا نکرده تو کشور، نه کار فرهنگی شده، نه کار علمی در اون کشور شده، هیچ. یک سری آدم بیچاره در اونجا میگردن، کسی هم نتونسته در اونا کاری کنه، چون نه فکر نوعی در اون کشور پدیدار شده، نه اجازه داره که پدیدار بشه. همسایه‌هاش هم که دیگه بدترن، آخونده از این ور و پاکستان هم از اون ور. اینه که واقعا آدم‌های بیچاره‌ای هستن. الان هم آواره دنیا شدن، میان ایران فعالیتن، بیشتر هم کارهای خلاف و اینا هم خب زیاد انجام میدن. همین الان آلمان و اینا هم که آمدن جای از این کارا انجام میدن، به غلط فقر فرهنگی که اینا دارن. و
هیچ اما اصلا عبدالرشید دوستم به خاطر همین احمد اشتیش متواری شد به ترکیه دیگه 2 سال نه، خارج از یه ایران بود. مقطعی متواری شده بود به ترکیه. این تحت حمایت اردوغانه. اردوغان به حساب میدونستی دختر اردوغان گرفته برای پسرش برای باتور دوستم؟ نه اینو نمیدونستم، نه اطلاع نداشتم، ولی میدونم که حتی ترک‌ها در اونجا سرمایه گذاری کردن به از چیز حمایت ایشون در همون قسمتی که تحت کنترل آقای دوستمه. حالا منظور گروه های دیگه شون هم بهتر از این نیستن، نه پشتوناشون بهترن نه هزاره ها بهترن. از کردم اول این برنامه اون دادرسته مزاری واقعا یه مش جنایتکار بوده، یعنی واقعا کثافتکاری های اینا کردن در اون مقطعی که در قدرت بودن اصلا قابل گفتگو نیست. یعنی واقعا با تمدن فاصله دارن این بدبختا. این مشکلیه که کار روش نشده دیگه، اینم بدبختی اونجاست. من صحبتی ندارم. آقای قاسم شما پشت میکروفونتون هستین، میتونید صحبت کنید، مایل صحبت کنید. نه ببخشید خانم خواهش حور من خانم، من بفهم. یه فیلم چند روز پیش برای من فرستادن. توی افغانستان یه خانومی با 2 تا بچه کوچیک داره رانندگی میکنه، ولی این هی به بالا واسه هی پوزش بخوان از حیوان، این زن رو با 2 تا بچه رو میبنده به گلوله، بعد فریاد میزنه که زن نباید رانندگی کنه. و اصلا این فیلم رو دیدم اعصابم به هم ریخت. ببینید با چه حیل بابا، حیوان این کارو نمیکنه. خیلی وحشتناک این فیلم که میگم 2 تا بچه 5-6 ساله تیکه پاره میشن. شما حساب کن مثلا شما با کلاشینکوف از فاصله 5 متری بزنی به این بچه ها. حالا نمیدونم، واقعا نمیدونم. ببخشید. خواهش میکنم. اگه دوستان صحبتی ندارن ما آهنگ پایانی رو بذاریم که تمومش کنیم. من از همه دوستان تشکر میکنم. خیلی اتاق خوبی بود. به هر حال یک روز دیگه در کنار هم به یه قسمت دیگه از کتاب واحد 400 گوش دادیم و برای من واقعا باعث مباهات هستش که در کنار دوستان باشم و عکس العمل و واکنش دوستان رو نسبت به مطالب ببینم، بشنوم و همچنین توضیحات تکمیلی که دوستان دارم در مورد این اتفاقها، حتی وصل کردن اتفاقهایی که خب به هر حال این کتاب مال 2022 هستش، 1402 هستش که به هر حال از اون موقع اتفاقهای دیگه اضافه شده، از اونجایی که ما واقعا در جغرافی اتفاقی به دنیا اومدیم و بزرگ شدیم و زندگی میکنیم و هر روزش اتفاقهای تازه میفته که درست خوشایند نیستن، ولی به هر حال برای تکمیل اطلاعاتمون لازم هستش که هنوز تو این شرایطی که قرار داریم هممون به اون وظیفه‌ای که بر عهده داریم در قدم‌هایی که برمی‌داریم برای آگاهی رسانی تلاشمون بکنیم و اینکه اتفاقهایی را که در این کتاب داریم بررسی می‌کنیم و بتونیم با اتفاقهای روز به همدیگه تلفیقش بکنیم. حتی وقتی من این کتاب داشتم می‌نوشتم به هر حال هنوز اسد سر کار بود، در حالی که خب اون موقع موضوع رو یه جور دیگه داشتیم میدیدیم، در حالی که الان به هر حال اوضاع سوریه یه جور دیگه شده و یک سیاست دیگه داره دنبال میشه و اتفاقهای دیگه داره میفته و بررسی اینا، این که برای 3 سال پیش یه جور دیگه تو اون کتاب ثبت شده ولی الان داریم میبینیم که اتفاقها باعث شده که همون روند تاریخی که داریم جلوتر میاییم. من خودم که اینطوری فکر میکنم وقتی دارم مطالب رو داشتم مینوشتم اتفاقها یا اون روند اصلا فکرش هم نمی کردیم که الان توی شرایطی قرار بگیریم که همون اسدی که اینقدر جمهوری اسلامی برای موندگاریش
خرج کرد، کمکش کرد با نیروهاش، با سلاحاش، با هزینه‌ای که از گلوی مردم ایران برید تا اینکه اسد پا بر جا بمونه، در حالی که اسد با یک بشکن نیروهای خارجی خیلی راحت پرتاب شد به بیرون از این دایره و افرادی را که هیچ کس فکرشو نمی‌کرد. حتی من در تمام این حالا 1800 صفحه فقط فکر می‌کنم یه جا هستش که از جولانی مطلب آوردم، ولی هیچ وقت همچین کسی اصلا نبوده، نه در سیاست بوده، اونم تازه به عنوان شخصی که تروریست بوده نام برده شده، ولی همین آدم میاد جایگاهی قرار میگیره که بعد از حالا میگم بعد از 3 سالی که من این کتاب رو حالا جمع آوری کردم و نهایی شده، ولی از اون موقع اینقدر تاریخ یه جور دیگه رقم خورده که این جولانی که هیچ وقت تو این سیاست نبوده، هیچ جا نبوده، اثری را که این همه قدیم موندگاریش برای قدرتش خرج جمهوری اسلامی خرج کرده بود خیلی راحت از بین رفت و یکی دیگه به جاش نشست. در کل سیاست چیز پیچیده‌ای هست و ما مجبوریم که در این پستوها حالاها بچرخیم و ببینیم که آینده کشور ما چطور رقم میخوره و تلاشمون رو میکنیم که این رقم خوردن آینده کشورمون به دست خودمون اتفاق بیفته، تا اینکه مثل کشورهایی مثل همین افغانستان یا مثل سوریه افراد دیگه بیان و آنچه که بیشتر ما را تو منجلاب بکشه رقم بزنن. سعی میکنیم خودمون قدم همون رو محکمتر بزنیم، آگاهی رسانی بکنیم، تلاشمون رو بکنیم که اون رقم رو خودمون در کشورمون بزنیم. اگه صحبتی نیست من آهنگ پایانی رو بزنم. من این صحبتی داشتم، صدا میاد؟ بله صداتون میاد. از آقای تیمورس نمیدونم به صورت کتبی درخواست کنیم، به صورت شفاهی درخواست کنیم. آقای تیمورس اگر از غضب ما رو رهانیدی، ما رو از بلاکی در بیار، ممنون دارد میشه. بوتا جان شما بلاک نیستی، من جای کجا بلاکت کردم؟ کجا؟ تو واتساپ. واتساپ باشه، حتما ممنونم. قربانت برم، خوشحال میشیم با تو صحبت داشته باشیم، حتما. قربونت برم، ممنون. زنده باش، خداحافظت باش. تیغیمو میبریم، رعدیمو میقریم، فریادمون پشت کوه تکون میده.